روابط‌های مختلف در دنیای انسان و تمام موجودات زنده رابطه‌هایی وجود داره که هر موجودی به اون نیاز داره. خب میریم چند تا از روابط رو بررسی و تحلیل کنیم. دسته اول، بی‌حساب. یکی از روابط رو همین بی‌حسا دارن و خشک و عادی و معمولی و تقریبا با فرد مقابل معمولی رفتار میکنن و خیلی خیلی بی‌ذوقن، هنگاری که دارن با یه فرد غریبه حرف میزنن. سلام، خوبی؟ امروز چطوری گذشت؟ آره روز خوبی بود. تو چطور؟ منم روز بدی نداشتم. خوبه. این دیگه چه رابطه من خارشو دسته دوم، دعوایی‌ها. یکی از رابطه‌ها که بهش میپردازیم این دعوایی‌ها هستن. اینا فقط دنبال دعوان و اصلا 5 دقیقه هم آروم نمیشینن و دنبال بهونه‌ن که دعوا بندازن به هر دلیلی و فقط کافیه بهونه لازم رو به دستشون بدید تا خشتکتون رو روی سرتون بکشن. میشه بگی بهم چرا توجه نمی کنی؟ نکنه که دیگر رو پیدا کردی ها؟ ببینم منظورت چیه؟ اون یه نفر دیگه کیه؟ میدونستم داری خیانت میکنی. یعنی چی؟ از این روابط به شدت متنفرم. دسته سوم، اشغولیا. اسم بهتری واسش پیدا نکردیم. رابطش خنده‌داره واقعا. این همش در حال عشقم عزیزم گفتنن. یعنی بیشتر زندگیشون با این میگذره و تو هر حرفی که میزنن یه عشقم عزیزمی کنارش میاد، جوری که 5 دقیقه کنارشون باشی حالت به هم میخوره. عشقم، بله عزیزم. بابات خونه است؟ خیلی کنم. یه سیگار بدوز بیار واسم عشقم. چی داشتیم بردار بیار واسم عشقم. از کیف بابارت هم 50 تومن بدوز بیار، پول بنزین ندارم عشقم. چشم عزیزم.